قطعا زنیم قرمز و آبی هم نریم حتما بریم قطعا زنیم قرمز و آبی هم نریم آیا برار آیا برار ویریز بو داماش داد بزنی داماش فریاد بزنی داماش اشکانی و دیگر نفرات. رو نیمکت سایپا هم علی صبحانی، یحیی زاده، زحمتکش، میلاد جهانی و نفرات دیگری که حاضر هستن و در صورت لزوم به زمین میان. بازی شروع میشه. سایپایا بازی رو شروع کردن و همین ابتدای کار می‌خواستن با توپ بلند مهاجمین خودشون رو علی دهقان قشنگ اون وسط رو میتونه جمع بکنه به تنهایی با فیزیک بالایی که داره. وقتی هم که صادق بارانی یا گاهن مجید قشقایی در کنارش قرار میگیرن خیلی بهتر میتونه با خیال راحت‌تر این کارو انجام میده. معین قربانی یه پاس رو به جلو برای پیمان رنجبری که توپ رو جمع کرد بهزادی. پیمان رنجبری مهاجم خطرناکی که نیم فصل به تیم سایپا پیوست، یه گل رو به ثمر رسونده، به دنبال زدن گل‌های بعدی هست. بسیار خطرناکه و یک کم فضا بهش بدن قطعاً تنبیه میشن مدافعان تیم حریف. یه پاس تو عرض میری گارد شوت میگیره، ضربش رو میزنه و فرزاد طیبی پور توپ رو جمع میکنه. سابقه گلزنی از این متراژ ها و از این فاصله ها رو داره. سید محمد میری هم به استقلال یه گل 50 متری زده، هم به تیم سپاهان تو سال 99. بلند پیمان رنجبری رو میخوان صاحب توپ بکنن بازیکن‌های سایپا. پوششی که داد اونجا داماش هست. اعتقاد داشت که در آخرین لحظه به پای بازیکن داماش برخورد کرده ولی داور نظر دیگه ای رو داره. حالا کنعان طاهرنژاد اومده تا پرتاب رو بلند روی دروازه ارسال بکنه. معمولا موقعیت‌های خطرناکی از پرتاب‌های بلند برای هر تیمی. 18مین دقیقه از این مسابقه کنعان طاهرنژاد رو مشاهده می‌کنید که می‌خواد پرتاب بلندی رو دروازه سایپا ارسال کنه. حالا یک دو نفر بهش نزدیک میشن ولی اون بازم ارسال بلندی رو انجام میده به روی دروازه. توپ از همه عبور کرد. اون طرف احسان جودکی صاحب توپ شد، به زیر توپ میزنه. هیچ کدوم از بازیکن‌های سایپا تو زمین داماش حضور ندارن و باعث میشه خیلی راحت میلاد رویین توپ رو جمع بکنه. رویین بلند و رو به جلو، سر اول رو زد مهدی کربلایی. میاد یزدانی به سمت راست. علی خدایی بازیکن پایه‌ای تیم پرسپولیس به سمت چپ میاره. کنعان طاهرنژاد، علی زاره در برابرش هست. پرسی که انجام میده علی زاره، پاس رو به جلوش که رسید حالا هر جوری هست به صادق بارانی رو به عقب. خوشگفا با معین قربانی کار میکنه. علی دهقان صاحب توپ شد. بازم خود علی دهقان بازی رو باز میکنه، توپو به سمت چپ میبره. جودکی و پیمان میری معمولا توی اون منطقه هستن و میتونن از سرعت و تکنیک بالای خودشون بهره ببرن. بارانی، عبدی رو به عقب، طیبی پور، بازی قبلی بود که یه واکنش خیلی خوب تو نیمه اول روی ضربه سر محمد اهل شاخه داشت. یه رفلکس عالی رو داشت، ضربه‌ای که از 6 قدم زده شد و به خوبی توپ رو برگشت داد. طیبی پور، طاهرنژاد رو به عقب، رو گرفت از محمد میری. تقابل دوتا بازیکن با تجربه، هم پیمان رنجبری هم سید محمد میری. یه میری تیم سایپا داره، سید پیمان میری و یه دونه سید محمد میری هم که داماش گیلان داره.
حالا یه پاس رو به جلو، فرصت هست برای بازیکن‌های سایپا تو محوطه جریمه، روی پای راست ارسالی که انجام میشه به روی دروازه. توپ از همه عبور کرد، صادق بارانی صاحب توپ شده، پاس رو به عقب، معین قربانی ارسال نرم به روی دروازه، فرصت دارم برای گلزنی و چه واکنشی نشون داد بهزادی، یه واکنش عالی از یوسف بهزادی. نیمکت نشینای تیم داماش رو مشاهده کردید، ضربه‌ای که پیمان میری زد و یوسف بهزادی از روی خط توپ رو کشید بیرون. همین 1 دقیقه پیش بود که سجاد قلیبیگی یه شوت زد به سمت دروازه سایپا و الان پیمان میری اون شوت رو تلافی کرد. همکاری قشنگی که داشتن سایپایی‌ها، شوت نهایی پیمان میری که با واکنش خوب یوسف بهزادی روبرو شد. کورنر برای سایپا، صادق بارانی رفته تا کورنر رو بزنه، قربانی بهش نزدیک میشه، کوتاه با معین قربانی کار میکنه. خود معین همچنان صاحب توپه، میخواد جا بذاره یار مستقیم خودش رو. یه پاس قشنگ، احسان جودکی فرصت داره برای ارسال، این کار رو انجام میده. توپ رسیده مجددا به سایپایا، نه جلال عبدی نتونه توپ رو کنترل بکنه. توپ از پای بازیکن داماش که زاهد تبار هست فاصله میگیره و پرتاب برای تیم سایپا به دست میاد. ابراهیم صادقی حمله‌ای که تیمش داشت میتونست به گل برسه تیمش توی این صحنه، ولی هوشیار بود یوسف بهزادی. علیرضا خوشکفا، صادقی بهش میگه که کدوم منطقه و کدوم ناحیه از زمین رو مورد هدف خودش قرار بده و توپ رو به اون منطقه بفرسته. داور هنوز اجازه نداده که بازی به جریان بیفته، حالا این کار رو انجام میده. خوشکفا کوتاه کار میکنه، با صادق بارانی کار کرد، بازی رو باز کرد. خود خوشکفا توپو به سمت چپ برد، جایی که جودکی حضور داره. توپ سرعتش بالا بود و احسان جودکی نرسید به این توپ. شاگردان این چهره اگه این مسابقه رو پیروز بشن دوباره میتونن بیان بالاتر از نیروی زمینی در رده 14 قرار بگیرن و خودشون رو از اون منطقه خطر دور بکنن. نیروی زمینی که متحول شده با فرشاد پیروز، حالا بازیکن‌های داماش صاحب توپ شدن در میانه‌های میدان. فرصت هست برای بازیکن‌های داماش، کنعان طاهر نژاد روی پای راستش میاره توپو، پاس رو به عقب، آقالول یه دامی رفت و توپ رسید به آرمان لطف خدایی، ارسالی که انجام میشه به روی دروازه، توپ بدون نتیجه به بیرون رفت. فرزاد طیبی پور سنگرمان 28 ساله سایپا رو مشاهده میکنید، به شدت مطمئنه. یه بار دیگه آقای رجبی، آقای مهدی توتونچی از مهمانان ویژه این مسابقه، سرمربی موفق رده‌های پایه کشور یعنی مهدی توتونچی. کنعان طاهر نژاد ضربه سر اول رو زد، میری رو به عقب با آقالو کار میکنه، پاسش سرعت بالایی رو داره. بهزادی بلند، زاهد تبار نتونه ضربه سر اول رو بزنه، قربانی پوشش کافی رو داد، معین قربانی صاحب توپ شده. علیرضا خوشکفا، فرزاد طیبی پور سعی میکنن بازی سازی رو از دروازه‌بان خودشون شروع بکنن. سایپایی‌ها توپ رسید دقیقاً به رنجبری، حالا یه فضای خوب برای زاره ایجاد شده، علی زاره از سمت راست فرصت داره برای ارسال، این کار رو انجام میده به روی دروازه و ضربه سر پیمان میری که بعد از برخورد به مدافعین داماش رای کورنر شد. روزبه شاه علی دوست رو هم توی این قاب مشاهده کردید، کورنری که برای سایپا تو دقیقه 25 به دست میاد و این چهره یعنی صادق بارانی همونطوری که انتظار داشتیم میاد تا ضربات کورنر رو بزنه. معین قربانی عقب‌تر ضربات کورنر رو بزنه، معین قربانی عقب‌تر وایساده تا در صورت ضد حمله جلوگیری کنه. جودکی و بارانی، حالا بارانی ازش فاصله میگیره. احسان جودکی ارسالی که به داخل احتمالا خواهد داشت، احسان جودکی انجام میشه، ارسال به روی دروازه، بهزادی با یک دست توپ رو به بیرون میفرسته و کورنر از سمت مقابل، سومین کورنر سایپا هستش که
داره به دست میاد. تو 6 دقیقه اخیر 3 تا کورنر داشته تیم سایپا. یوسف بهزادی یکی 2 تا واکنش خیلی خوب داشته و نذاشته که دروازه‌اش باز بشه. سنگربان 34 ساله تیم داماش. صادق بارانی این دفعه رفته ضربه کورنر رو بزنه. تماشاگران داماش رو مشاهده می‌فرمایید که اومدن تا تیمشون رو تشویق بکنن و امیدوار به پیروزی هستن. بارانی کوتاه کار میکنه. جودکی ارسال بلند به روی دروازه، باز هم توپو برگشت داد یوسف بهزادی. رسیده از این طرف خوشکفا، ارسال خوشکفا به روی دروازه و مدافعین داماش پرتعداد بودن و توپ رو بلاک کردن. سید جلال عبدی رو به عقب، طیبی پور علی نظر محمدی چند دقیقه‌ای بود که تیم زیر فشار بود. علی دهقان، مهدی کربلایی صاحب توپه. علیرضا خوشکفا با پای چپ میخواست توپو جلو بفرسته، یه لحظه توپش به مهاجمین داماش خورد، کار سخت شد برای بازیکن‌های سایپا، ولی جودکی به خوبی توپ رو جمع کرد و توپو به سید جلال عبدی سپرد. مهدی کربلایی، صادق بارانی کاپیتان 33 ساله سایپا، پاس رو به جلو، همکاری که میخوان انجام بدن سایپایی‌ها ولی با خطای بازیکن‌های داماش، خطایی که روی علی دهقان توسط سجاد قلیبه‌ای انجام شد، همکاری به پایان رسید. کار ترکیبی که میرفتن تشکیل بدن ولی خطا انجام میشه و بازی متوقف شد به نفع سایپا. 27مین دقیقه از این مسابقه. کربلایی کوتاه با صادق بارانی، علی دهقان رو به عقب، کربلایی رو صاحب توپ میکنه. خوشکفا هست سمت راست مهدی کربلایی، ترجیح میده با علی دهقان کار بکنه. یه پاس رو به جلو از دهقان، توپ از زیر پای معین قربانی عبور کرد و پرتاب برای داماش به دست میاد. نمایی از 2 تا سرمربی رو مشاهده کردید و حالا کنعان طاهر نژاد اومده تا پرتاب رو بندازه برای داماش. صفر صفر مساوی در 28مین دقیقه از این مسابقه. یه لحظه بازیکن سایپا تعادلش رو از دست داد، پرتابم به دست اومد برای سایپایا. پیمان رنجبری بود که اعتقاد داشت روش خطا شده. علی نظر محمدی صحبتی رو داره با کمک اول، توپ رسیده به علی زاره، خود علی زاره صاحب توپ، در برابرش هست مدافع داماش معین قربانی. ارسالی که انجام میده به روی دروازه دهقان، توپ رو دوباره میخواست بفرسته به محوطه جریمه، همچنان توپ در محوطه جریمه داماش هست. توپ رو برگشت دادن. سید جلال عبدی، جودکی روی پای چپ رو به عقب کار میکنه، دوباره خود سید جلال عبدی، ارسال بلند به درون محوطه جریمه. صادق بارانی پاس قشنگ رو دریافت کرد و ارسالی که انجام داد و یوسف بهزادی اونجا حضور داشت. داور بازی رو متوقف کرده و یوسف بهزادی باید بازی رو از سر بگیره. ضربه دروازه شده، توپ از خط عبور کرده بود وقتی که صادق بارانی توپو کنترل کرد. یوسف بهزادی واکنش خوبی رو انجام داد ولی خب قبل‌تر از اون توپه عبور کرد. نمایی از اسکوربورد ورزشگاه پاس رو مشاهده می‌فرمایید، کاملا درست و دقیق هست. در 28 و 49 ثانیه حالا شد. معین قربانی توپ رو برگشته، پرتاب برای داماش. این نشینای داماش رو مشاهده می‌فرمایید، هر دو طرف حملاتی رو تشکیل میدن و هیچ کدوم عقب نمیشن. وقتی صاحب توپ میشن فوتبال زیبایی رو از توی هر دو تا تیم شاهد بودیم توی نیم ساعتی که از زمان مسابقه گذشته. آقای علی نظر محمدی دل تو دلش نیست که بتونه یه امتیاز یا حتی 3 امتیاز رو از این مسابقه بگیره و وضعیت تیمش رو سامان ببخشه. روین لطف خدا
با سمت راست خودشون کار میکنه. روین یه پاس رو به جلو رو انداخت برای خواست توپو به رنجبری برسونه ولی قطع توپ انجام شد توسط مدافعان داماش گیلان. کنعان طاهرنژاد، آقالو، لطف خدا، میری با خطا متوقفش کرد، هم اسم خودش تو سایپا یعنی پیمان میری. تقابل دوتا میری ها که خطا روی سید محمد میری انجام شد. محمد میری کوتاه کار میکنه، خودش صاحب توپه، یه پاس رو به جلو، توپه رو قطع کرد بازیکن سایپا. میلاد روین میخواد ارسال کنه به روی دروازه، موفق هم هست اما خوشگفا پوشش کافی رو داد، به زیر توپ میزنه، میخواست از سرعت بالای علی زاره استفاده بکنه ولی توی اون منطقه حضور داشت آقالو. بازیکنهای داماش صاحب توپن، توپو به سمت راست میبرن. روین پاس رو به جلوش زیاد جالب نیست، توپ از همه عبور کرد و ضربه دروازه برای تیم سایپا و طیبی پور. سریع طیبی پور بازی رو آغاز میکنه، نمای از آقا مهدی زاره رو مشاهده میکنه رو اینجا گل روی غافلگیری داماش گیلان به گل اول این مسابقه رسید. اشتباهی که تو خط دفاعی رخ داد و گل اول برای داماش گیلان به ثمر رسید. داماش 1 سایپا 0. میاد یزدانی بود که گل رو به ثمر رسون برای داماش گیلان. حالا غافلگیر شدن بازیکن‌های سایپا روی این حرکتی که داماشیا داشتن و حالا دست بالاتر رو داماش گیلان خواهد داشت در ادامه این مسابقه. دقیقه 32 این مسابقه نیمکت نشینای تیم داماش گیلان رو مشاهده میکنید که خوشحالن از این نتیجه و از این گلی که به ثمر رسیده توسط میعاد یزدانی. این گل باعث قشنگتر شدن و داغ‌تر شدن بازیه میشه. بازی رو آغاز کردن سایپایا خیلی سریع، نمیخوان که از اون بالای جدول جا بمونن. احسان جودکی ارسال با پای چپ به روی دروازه، توپ رسید به میری، یه لحظه توپ رو برگشت دادن، میری میخواد توپگیری بکنه دوباره ولی توپو به بیرون زد مدافع داماش علی نظر محمدی. حالا نفسی به راحتی میکشه و همچنین این تماشاگرایی که از گیلان اومدن. پاس رو به عقب از بازیکن‌های سایپا، تو عرض کار میکنن حالا با علیرضا خوشگفا. توپ به سمت راست میاد، معین قربانی، علیرضا خوشگفا، خود خوشگفا، پاس رو به عقب، مهدی کربلایی توپ رو سپرد به فرزاد طیبی پور، رو پای راستش هست، بلند به زمین داماش، رنجبری ضربه سر اول رو زد، توپ رسید به میری، میری توپو به سمت چپ برد جایی که جودکی حضور داره، یه پاس رو به جلو رو میخواد بندازه جودکی برای سید جلال عبدی، خطا رو گرفت سید جلال عبدی. میلاد روین خطا رو مرتکب شد و کارت زرد از جیب آقای اولیایی در میاد و میلاد روین با یک کارت زرد جریمه میشه. حالا بازی سرعت بالایی داره، بعضی اوقات بازیکنان مجبورن که با خطا یار حریف خودشون رو متوقف بکنن. صادق بارانی، احسان جودکی میتونن این ضربه ایستگاهی رو بزنن. خطایی که سید جلال عبدی گرفت، حالا جودکی و بارانی جفتشون نزدیک به توپن. بارانی ارسال به تو رو خواهد داشت اگه بزنه، جودکی ارسال به بیرون رو با توجه به پای تخصصی که دارن و ازش استفاده میکنن. جودکی یکم فاصله میگیره، بارانی به تنهایی پشت توپ ایستاده، ارسال میتونه انجام بده. کاپیتان بارانی ارسالی که انجام میده به دیوار دفاعی برخورد کرد و پرتاب برای سایپا به دست میاد. 35مین دقیقه از مسابقه آقای پاشایی و آقای کاظم برجلو رو مشاهده میفرمایید. دل تو دلشون نیست تا برگردن به این مسابقه. بارانی ارسال با پای راست به روی دروازه، ضربه سری که زده شده، کورنر برای سایپا به دست میاد. حالا فشار حملات سایپا بالا رفته. علی نظر محمدی نکاتی رو به شاگردانش گوشزد میکنه.
آقای صادقی، آقای بردلو، همه نیمکت سایپا بلند شدن و ایستاده کارو دنبال میکنن. احسان جودکی ارسالی که انجام میده به روی دروازه، گل توی دروازه. خیلی سریع به بازی برگشتن سایپایی ها. علی دهقان حساب کار رو 1-1 میکنه. احسان جودکی پاس گل داده، علی دهقان این چهره حساب کار رو 1-1 میکنه. دقیقه 36 این مسابقه، نذاشتن کار سخت بشه براشون. علی دهقان گلزنی میکنه و خدای خودش رو هم شاکره بابت این گلی که به ثمر رسونده. هافبک جنگنده سایپا حالا گل تساوی بخش تیمش رو به ثمر میرسونه. سایپا 1 داماش 1. بازی جذابی رو تو نیمه اول شاهد بودیم. دوباره همه چیز به تساوی کشیده شد. جودکی ارسال کرد. تماشاگران خانم حاضر در ورزشگاه رو هم مشاهده می‌فرمایید. بازی قبلی بود که همسر علی زاره هم توی ورزشگاه حضور داشت و بعد از گلش گل رو تقدیم کرد به همسرش. صادق بارانی ضربه سر اول رو زد. توپ برگشت داده شد. روین با پای راست رو به جلو. علی دهقان ضربه سر اول رو زد. پیمان رنجبری توپ رو کنترل کرده، خطا رو هم گرفته. پیمان رنجبری خطا رو گرفت. تیم سایپا همچنان بالا هست به خاطر خطایی که پیمان رنجبری گرفت. حالا ابراهیم صادقی که خیالش راحت شد از این بابت که گل تساوی رو زدن تو همین نیمه اول. اگه کار به نیمه دوم می‌کشید کار صادقی و شاگرداش سخت میشد. دوباره صادق بارانی پشت توپ، ارسالای خیلی خوبی رو داره. صادق بارانی و حالا عبدی هم رفته پیشش. علی نظر محمدی آروم و قرار نداره اصلا، چه وقتی گل زده بودن چه وقتی که گل خوردن همینطوری داره با شاگرداش مکالماتی رو برقرار میکنه. صادق بارانی پشت توپ هست به تنهایی، به سمت راست میاره توپو. معین قربانی ارسال بلندش به روی دروازه، ضربه سر خوشکفا، پاس رو به جلویی که داد خوشکفا و خطا انجام شد تو محوطه جریمه داماش روی کنعان طاهر نژاد. بازی متوقف شد. دقیقه 38 بازی 1-1 مساوی. رسول اولیایی داور تذکر میده به یوسف بهزادی، میگه که سریعتر بازی رو شروع کنه این چهره. یوسف بهزادی 34 ساله که سابقه بازی تو شهر خودرو رو هم داره. با پای چپ بلند به زمین سایپا، ضربه سر اول رو بارانی زد. توپه به بیرون رفت. پرتاب برای داماش. فرزاد طیبی پور، مهدی کربلایی پاس رو به جلوش. بارانی توپ رو رسون به همتیمی خودش یعنی سید جلال عبدی. میری بارانی یه پاس بلند و رو به جلو. رنجبری توپ رو گرفت سپرد به زاره. حالا بازیکنای سایپا میرفتن صاحب توپ بشن. توپو به سمت راست میارن. بازم میخواستن از سرعت علی زاره استفاده بکنن اما سرعت توپ خیلی بالا بود. کمک اول این مسابقه آقای قدیری پرتابو اعلام کرد. کنعان طاهر نژاد، هم طاهر نژاد از چپ تحرکات زیادی رو داشته، هم میلاد روین از سمت راست. نمایی از دو تا نیمکت رو هم یه لحظه مشاهده کردید. بلند طاهر نژاد به زمین سایپا، خوشگفا پوشش کافی رو داد، پرتاب رو گرفت و سریع هم بازی رو به جریان انداخت. داور میگه که با سوتش چند متری جلوتر باید این پرتاب تکرار بشه. معین قربانی این دفعه رفت تا پرتاب رو بندازه. آقای مهدوی دستیار نظر محمدی. خوشگفا رو به جلو. رنجبری توپ رو کنترل کرد. توپگیری از بازیکنای داماش. زاهد تبا تو عرض میاره توپو. میری توپ ازش عبور کرد. قلی بیگی، خود سجاد قلی بیگی به سمت راست. روین پاس رو به جلو. علی خدایی
سپر سیمانپور توپ رو تو عرض پاس داد برای زاهد تبار، ضربه اول رو معین قربانی زد، حالا کامل توپ رو دور کرد، توپ به میری نرسید. یه لحظه بازم بازیکن‌های سایپا صاحب توپ شدن. میری یه تکل بلند به سمت راست میبرن توپو، حالا یه فرصت برای داماشیا دوباره میره ایجاد بشه، توپ رو به خوبی برگشت دادن مدافعین پرتعداد سایپا توی این صحنه. رنجبری نتونست توپ رو کنترل بکنه، توپگیری که انجام شد توسط لطف خدا. معین قربانی دو نفری رفته رو پای بازیکن مستقیم خودش یعنی زاهد تبار. حالا دوباره داماشیا صاحب توپ شدن. قلی بیگی یه پاس رو به جلو، سید محمد میری در مرکز میدان، روین خدایی آقای شاهعلی دوست رو مشاهده میکنید با ناظر این مسابقه آقای صادقلو و داور چهارم آقای دلاوری. توپگیری از بازیکن‌های سایپا، علی دهقان یه پاس رو به جلو به سمت راست، علی زاره صاحب توپ شده. ببینیم چه استفاده‌ای میکنه علی زاره، روی زمین افتاد، تعادل خودش رو از دست داد ولی خطا به نفع داماش هست. تیم داوری این رو اعلام کرد. آقای دلاوری هم میگه که نیمکت سایپا بشینن و کمتر بلند بشن. سجاد قلی بگی یه پاس رو به جلو، یه ضربه با پای راست از میری که به خوبی توپ رو جمع کرد. فرزاد طیبی پور، حسین پاشایی با ناظر مسابقه آقای صادقلو حرف میزنه. آقای صادقلو میخوان که آرومتر کار رو دنبال کنن، کار فنی سایپا. یه بازیکن از داماش روی زمین، ابراهیم صادقی نکاتی رو هم به داور میگه هم به ناظر مسابقه. سجاد قلیبگی احساس ناراحتی میکنه، روی زمین افتاده. دقیقه 43 این مسابقه، 1-1 هست حساب کار. آبی حالا می نوشن بازیکن‌های سایپا، فرصت خوبیه تا نکات فنی رو هم بهشون گوشزد کنن اعضای کادر فنی. این طرف هم آقای مهدوی و دیگر دستیاران علی نظر محمدی حضور دارن. آقای مهدوی که خودش سابقه بازی تو تیم‌های شمالی رو بسیار زیاد دید. آقای ابراهیم صادقی با رسول اولیایی نکاتی رو به هم دیگه میگن. آقای پاشایی هم اومده لب زمین، آقای برجلو همه حضور دارن و با داور صحبتی رو انجام میدن. داره توضیح میده رسول اولیایی برای ابراهیم صادقی اتفاقی که افتاده و تشریح میکنه براش. علی زاره هم گوشه زمین حضور داره. خب مشکلی رو نداره بازیکن داماش، میتونه به کار ادامه بده. قلی بیگی کادر پزشکی اومده بود توی زمین و مداوایی که انجام شد و قلی بیگی بدون مشکل به کار ادامه میده. ابراهیم صادقی از اینکه تیمش گل تساوی رو زد خیلی خوشحال شد، خاطر اینکه هرچی کار میگذشت کار برای سخت‌تر میشد. بازی رو آبی پوشان داماش آغاز خواهند کرد. به رسم بازی جوان مردانه توپ رو سپردن به طیبی پور با خوشکفا کار میکنه. بارانی پاس رو به عقب، فرزاد طیبی پور، مهدی کربلایی صاحب توپ شده با پای چپ میخواست به زیر توپ بزنه، یه سر توپ زد، سیمانپور رو جا گذاشت. علی دهقان پرس بالایی که انجام داد محمد میری، حالا کربلایی صاحب توپ، سید جلال عبدی یه پاس رو به جلو، داماشیا توپ گیری کردن، یه پاس رو به جلو از آبی پوشان داماش و طیبی پور توپ رو آروم آروم جمع میکنه. آقای نظر محمدی میگه که شاگرداش بیان عقب و جا نمونن از بازیکنایی که مأمور مهارشون هستن. سید جلال عبدی، صادق بارانی، حرکت رو به جلوی کاپیتان بارانی، چند متر رو بدون مزاحمت اومد جلو. صادق بارانی توپ سپورت به بازیکن هم تیمی و ضربه سری که زد زاره و
آفسایدی که اعلام شد توسط کمک اول یعنی امین قدیری. خوش شانس بودن داماشیا توی این صحنه. 2 دقیقه هم اوقات تلف شده این مسابقه توسط داور چهارم یعنی محمد رضا دلاوری اعلام شد. ممنونم از همکاران خوبم تو ورزشگاه پاس. 1-1 مساوی دقیقه 45. یوسف بهزادی باید بازی رو آغاز بکنه در واپسین دقایق نیمه اول. ضربه سر اول رو خوشگفا زد. داماشیا دوباره صاحب توپ شدن. پاس رو به عقب از محمد میری. آقالو رو به جلو بالا کار کرد آقالو ولی توپ رو برگشت داد خوشگفا. پیمان رنجبری، علی دهقان همچنان توپ سرگردان بود. جلال عبدی اومد توپ رو گرفت. توپ به سمت چپ برد. یکم سرعت توپ بالا بود و جودکی نتونست توپ رو کنترل بکنه. رو این باید بازی رو آغاز بکنه. ابراهیم صادقی قطعا نکات متفاوتی رو در بین دو نیمه به شاگردانش گوشزد خواهد کرد. به دنبال این هست که نیمه مربیان رو پیروز بشه. ابراهیم صادقی کربلایی به زیر توپ میزنه. به زمین داماش میاد توپه. آقالو قربانی از سایپا ضربه سر رو زد. توپ دهقان رسید. دهقان به زیر توپ زد. میخواست زاره رو صاحب توپ بکنه. قربانی اومده بود جلو تا توپ گیری رو انجام بده. داماشیا حالا صاحب توپ شدن. روین سجاد قلی بیگی. کاپیتان میری با پای راست یه پاس تو عرض و داد برای میعاد یزدانی زننده گل داماش. به سمت چپ میاره توپو. کنعان طاهر نژاد روی پای راستش هست. ارسالی که به درون محوطه جریمه انجام میده. ضربه برگردونی که زد سیمان پور و اینجا هم سوت پایان مسابقه توسط رسول اولیایی زده میشه. نیمه اول با تساوی 1-1 به پایان رسید. با شروع نیمه دوم در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
دو تا تیم بدون تعویض پا به نیمه دوم گذاشتن. به ترکیب خودشون همچنان اعتماد دارن و میخوان از نفرات ابتدایی خودشون استفاده بکنن. آقالو یه توپگیری عالی کرد، پاس رو به جلوش، یه پرس بالا از بازیکن‌های سایپا. پیمان رنجبری توپ رو گرفت، بازم پرس شدید میری. حالا توپگیری کردن داماشه، یه پاس رو به جلو و خروج به موقع فرزاد طیبی پور. نذاش خطر رو دروازش احساس بشه. یه نفر که آقالو هست روی زمین افتاده، احساس ناراحتی میکنه. بازی متوقف میشه در 46مین دقیقه از این مسابقه. پیمان رنجبری بالای سرش میره و کار مداوای اولیه رو روش انجام میده تا اگه لازم بود تیم پزشکی داماش وارد زمین بشه. خب خدا رو شکر مشکل خاصی رو نداره آقالو و میتونه به کار ادامه بده. بازی از سر گرفته خواهد شد. بازیکن‌های سایپا بازی رو شروع میکنن توسط احسان جودکی 33 ساله به رسم بازی جوانمردانه. رنجبری توپ رو میسپره به داماشیا. یوسف بهزادی درون دروازه است. به غیر از بهزادی، آقالو، کنعان طاهرنژاد، لطف خدا، میری، زاهد تبار، میاد یزدانی، علی خدایی، میلاد رویین، سپر سیمانپور و سجاد قلیبیگی دیگر نفرات داماش رو تشکیل میدن. معین قربانی توپو مشایعت میکنه تا به بیرون بره و پرتاب برای سایپا به دست میاد. به غیر از معین قربانی تو تیم سایپا فرزاد طیبی پور، خوشکفا، کربلایی، عبدی، جودکی، بارانی، دهقان، علی زاره، پیمان رنجبری و پیمان میری دیگر نفرات سایپا رو تشکیل میدن توی این مسابقه. همونطوری که عرض کردم چند لحظه پیش دو تا تیم بدون تغییر به نیمه دوم اومدن. علی خدایی یه پاس رو به جلو رو داد ولی بی حاصل هست. مهدی کربلایی اونجا حضور داره، رو به عقب کار میکنه با فرزاد طیبی پور. گل داماش رو نیمه اول میاد یزدانی زد و گل سایپا رو علی دهقان، یه نفر که قلیبیگی هست، احساس ناراحتی میکنه. سایپایا صاحب توپ هستن. پیمان میری با خطا متوقفش کرد. میلاد رویین، محمد میری و میلاد رویین اون گوشه حضور داشتن و خطایی که گرفت اون گوشه زمین پیمان میری. صادق بارانی و احسان جودکی به مانند نیمه اول ضربات آزاد یا ایستگاهی یا کورنرها رو یکیش تیمش جلو افتاد ولی خیلی زود در عرض 2 دقیقه به بازی برگشتن سایپای. دقیقه 33 گل رو زدن، دقیقه 35 گل رو دریافت کرد تیم نظر محمدی. نمایی از 2 تا نیمکت و آقای نظر محمد. جودکی و صادق بارانی پشت توپ هستن. حالا بارانی توپ رو رها میکنه. جودکی ارسالی که داره به روی دروازه و بهزادی توپ رو دفع کرد. بازم سایپایا صاحب توپ شدن. پرتاب برای سایپا به دست میاد. توپ تو زمین داماش باقی میمونه. یکی از بازیکن‌های داماش احساس ناراحتی میکنه. آقای مهدوی و آقای صادقی لب خط هستن. نمای زیبا و دوقاب از 2 تا سرمربی. معین قربانی توپو برداشته و میخواد پرتاب کنه بعد از اینکه حالا مداوا انجام بشه رو بازیکن تیم داماش. کادر پزشکی به درون زمین میاد تا مداوا بکنه. علی خدایی رو بازیکن آکادمی تیم پرسپولیس تو 10 تا دیدار قبلی که بین این 2 تا تیم بوده 4 بار سایپا برده، 4 بار مساوی شده، 2 بار هم داماشیا تونستن که پیروز این مسابقه بشن. آخرین باری هم که یکی از این 2 تا تیم پیروز شدن برمیگرده به 29 آذر 1402 که سایپا تونست یکیش داماش رو شکست بده. حالا به بیرون میاد این چهره علی خدایی، مشکلی رو هم برای ادامه کار نداره. عبدی قربانی توپ رو رها کرد تا عبدی بلند توپ رو بفرسته به روی دروازه. حالا این کار انجام میشه. ارسالی که به درون محوطه جریمه اومد. موج بعدی حمله میره برای سایپا شکل بگیره. پاس رو به عقب رو دادن. مهدی کربلایی تو آخرین نقطه خط دفاعی صاحب توپ شده.
صبر میکنه تا دیگر نفرات سایپا هم برگردن و بازیسازی رو از عقب زمین به طور کامل انجام بدن. فرزاد طیبی پور رو به بالا، زمین داماش پیمان رنجبری میرفت که صاحب توپ بشه. معین قربانی نمیذاره که توپ به بیرون بره، گرفت توپ علی زاره ولی توپ از پاش فاصله گرفت. دوباره داماشیا صاحب توپ شدن. زاهد تبار یه پاس رو به جلو، سپر سیمانپور یه پاس رو به عقب، زاهد تبار یه حرکت قشنگ و هوشیاری مدافعین سایپا توی این صحنه. توپو برگشت دادن، دوباره سایپایا صاحب توپ شدن. علی دهقان که نه، صادق بارانی صاحب توپه. احسان جودکی یه پاس رو به جلو رو اومد بندازه برای پیمان میری، تکل و بست رو پاش میلاد روئین. جودکی واسه جلال عبدی، بازی سرعت خوبی رو داره. علی نظر محمدی مشاهده شد. علی دهقان یه پاس به سمت چپ، احسان جودکی توپ رو میخواد کنترل بکنه، کورنر رو نتونسته بگیره. داور میگه که ضربه دروازه اعلام شده. اعتقاد داشت که کورنر باید اعلام میشده ولی داور این مسابقه آقای اولیایی نظرش چیز دیگری بود. یوسف بهزادی سنگردان 34 ساله و با تجربه داماش گیلان آقای رضا مهدوی، حالا اون بیشتر میاد لبه خط و نکات رو میگه. علی نظر محمدی بیشتر رو نیمکت میشه. بهزادی بلند به زمین سایپا، ضربه سر اول رو میزنن سایپایی‌ها. یه توپگیری از پیمان رنجبری، به توپ رسیده، نه از خط رد شده. کمک اول این چهره آقای قدیری اعلام میکنه که توپ از خط عبور کرده و پرتاب برای داماش هست. میلاد روئین مرد پرکار نیمه نخست تیم داماش بلند به زمین سایپا توپ رو میفرسته. حالا یه پاس رو به جلو میره، تک به تک بشه با فرزاد طیبی پور. خطا خوشکفا این خطا رو مرتکب شد. کارت داور چه رنگی هستش منتظر خواهیم بود. علیرضا خوشکفا روی زمین نشسته. یه درگیری هم پیش میاد بعد از این خطای درگیری بین دوتا تیم و درگیری بازیکنان داماش با داور رو شاهد هستیم. حالا قلی بیگی و سیمانپور و بقیه نفرات هستن سعی در آروم کردنش داشت. یه لحظه صادق بارانی، در ادامه احسان جودکی هم اضافه شد. یه لحظه همه چیز به هم ریخت. کارت زرد داد به علیرضا خوشکفا، با کارت زرد جریمه کرد مدافع بلند قامت تیم سایپا رو. حالا باید خوشکفا دست به عصاتر کار رو دنبال بکنه به خاطر کارت زردی که از اولیایی دریافت کرده. نیمکت به هم ریخته هر دوتا تیم. علی نظر محمدی که دوباره اومد لب خط و اعتراض داشت به داور چهارم این مسابقه آقای دلاوری سعی در آروم کردن علی نظر محمدی و تیم فنیش داره. آقای صادقلو همون گوشه هست و خوشبختانه درگیری تا حدود زیادی تموم شد. خدایی پشت توپ هست. آقای نظر محمدی همچنان یه نیمچه اعتراضی رو داره، بالاخره میره و روی نیمکت میشینه. این طرف هم نیمکت تیم سایپا، آقای پاشایی و آقای فرخ حسابی و چهره آقای مهدوی، مرد با تجربه تیم داماش گیلان، کادر فنی داماش گیلان. خدایی پشت توپ هست. میعاد یزدانی و محمد میری هم در کنار اون قرار دارن. محمد میری معمولا این ضربات کاشته رو خیلی خوب میزنه. 55مین دقیقه از این مسابقه، سایپا 1 داماش 1، یه ضربه ایستگاهی پشت محوطه جریمه تیم سایپا. منتظر هستیم تا ببینیم به چه صورت و به چه نحوی از این توپ استفاده میکنن. محمد میری نگاهی رو هم به داخل محوطه جریمه داره هم به دیگر نفرات. تماشاگران حاضر در ورزشگاه از داماش گیلان، از طرفداران داماش. حالا محمد میری ضربه‌ای که میزنه و فرزاد طیبی پور با یک دست توپ رو راهی کورنر کرد. یه رفلکس عالی از فرزاد طیبی پور، نذاش برای بار دوم دروازش باز بشه. این چهره فرزاد طیبی پور 1 متر و 89 سانتی متری
سریع آغاز شد بازی. محمد میری همچنان صاحب توپه، توپش رو زدن. حالا فرصت برای سایپا برای تشکیل یک ضد حمله. تکل بلند از خدایی اجازه پیشروی و قربانی رو نداد. جلال عبدی باید پرتاب بندازه. تعویض هایی که سایپا حالا داره، خدایاری فرد و صبحانی رو من اون گوشه میبینم که قراره به زمین بیاد. پیمان میری هم به بیرون رفت. علی زاره هم تعویض شد، دوتا وینگرهای خودش رو تعویض میکنه و علی صبحانی و محمد مهدی خدایاری فرد از این لحظه جایگزین زاره و میری شدن. دوندگی بالایی داشتن پیمان میری و علی زاره. حالا صبحانی و خدایاری فرد به زمین اومدن. خدایاری فرد جوان، بازیکن دهه 80. پیمان میری و علی زاره رو مشاهده میکنید، دو گلزن بازی گذشته تیم سایپا. بهزادی بلند به زمین سایپا، خوشگفا به مانند نیمه نخست ضربات سر رو زد به خوبی. اعلام آفساید هم شد از کمک دوم آقای هادی ابراهیمی. داماشیا باید بازی رو شروع بکنه. محمد میری پشت توپه، حالا هم اسمش از سایپا به بیرون رفت. سید محمد میری درون زمین کوتاه کار میکنه میری. آقالو رو به جلو، خوشگفا توپگیری کرد برای سایپا. توی فعل و انفعال دوباره آبی پوشان داماش صاحب توپ شدن. خطا به روی آقالو انجام شد توسط صبحانی. منطقه بازی رو به خوبی عوض میکنن. توپ به روین رسید، پاس رو به جلو. روین پاسش رسید ولی بدون خطا توپگیری کرد مهدی کربلایی. رو به عقب سید جلال عبدی. فرزاد طیبی پور صاحب توپه، واکنش خیلی خوبی رو داشت روی کاشته‌ای که به سمت دروازه شلیک شد. توپو راهی کرنر کرد. معین قربانی یه پاس رو به جلو. پیمان رنجبری سر اول رو زد، توپو رسون به هم تیمی خودش. سمت راست صاحب توپ علی صبحانی روی پای چپ، ضربه ای که زده میشه و با فاصله خیلی کمی بعد از برخورد با مدافعین راهی کرنر شد. میرفت که دروازه رو باز بکنه یار سایپا علی نظر محمدی. حالا تیمش تحت فشار هست، باید ببینیم که بعد از این ضربه کرنر چه اقداماتی رو خواهد داشت این سرمربی. احسان جودکی پشت توپ، ارسالی که انجام میشه به روی دروازه، برگشت دادن مدافعین تیم داماش. حالا توی رفت و برگشت دوباره جودکی صاحب توپ شده، توپو رسونده به صبحانی. ارسال بلند صبحانی و بهزادی، دفع ناقص و کرنر از سمت مقابل، یعنی از سمت راست تیم سایپا و سمت چپ داماش گیلان. دو کرنر توی این یک دو دقیقه برای سایپا به دست اومده. یوسف بهزادی داشت اشتباه میکرد، حالا میخوان یه تعویض رو هم انجام بدن بازیکن و تیم فنی داماش. شماره 33 سید احمد موسوی با تجربه بود که میخواست به زمین بیاد. صادق بارانی کوتاه کار میکنه، اشتباه از بازیکن‌های سایپا. معین قربانی توی رفت و برگشت توپ رو گرفت، ارسال کرد به روی دروازه. کسی نبود از این توپ استفاده بکنه. ابراهیم صادقی با حرارت و جوش و خروش بالا داره ارنج خودش رو انجام میده. روین پرتاب بلندش به زمین سایپا، توپو برگشت داد سید جلال عبدی. صادق بارانی یه پاس رو به جلو، خدایاری فرد میره که صاحب توپ بشه، توپو برگشت داد کنعان طاهر نژاد و در ادامه خطا هم مرتکب شدن رو بازیکن‌های داماش. کنعان طاهر نژاد متوقف شد توسط علی صبحانی. احساس ناراحتی جزئی رو هم داشت. حالا احمد موسوی آخرین نکات رو از کادر فنی دریافت میکنه و آماده و مهیای حضور در زمین میشه. رامین آقالو یه پاس تو عرض، لطف خدا یه پاس رو به جلو، سیمان پور توپ ازش گذر کرد. علی خدایی، سید جلال عبدی با تجربه بالای خودش توپگیری کرد. طیبی پور رو به جلو، توپ تا میانه‌های میدان اومد و دوباره خود طیبی پور توپ بهش رسید و این دفعه با دستان خودش
توپ رو جمع کرد. مهدی کربلایی یه پاس بلند و رو به جلو، قطع شد توپ توسط میری. خدایاری فرد جنگ میانه میدان رو میبره، توپ رو میخواد برسونه به صبحانی. قطع توپ توسط آقالو انجام شد، همچنان خود آقالو صاحب توپه. لطف خدا، طاهر نژاد یه پاس با پای راست به سمت راست خط حملهشون، ولی قطع توپ توسط سید جلال عبدی انجام میشه. مرد پرکار نیمه دوم در خط دفاعی سایپا بوده سید جلال عبدی. روین، قلی بیگی، محمد میری، یه پاس رو به جلو، یه پاس خط شکن رو اومد بده محمد میری، ولی طیبی پور چند متر رو جلو اومد و توپ رو جمع کرد. قربانی رو به جلو، یه فرار از تله آفساید، تک به تک میشه با دروازه‌بان پیمان رنجبری. ضربه‌ای که زد و بهزادی توی 2 مرحله حالا توپ رو جمع کرد. آفسایدی در کار نبود و میتونستن به گل دوم برسن سایپا یا توی این صحنه. سید احمد موسوی هنوز فرصت نشده که به داخل زمین بیاد. روین بلند و رو به جلو، خوشکفا توپ رسون به شماره 4 یعنی سید جلال عبدی. عبدی رو به عقب، بازی با پاش انقدر خوب هست که بهش اعتماد بکنن. طیبی پور رو به جلو، توپ جودکی ببینیم چی کار میکنه با این توپ. ارسال جودکی به روی دروازه، توپو برگشت داد بازیکن داماش. خدایاری فرد در ادامه علی دهقان صاحب توپ شده. حالا سید جلال عبدی توپ رو گرفته، فرصت خوبیه تا تعویض انجام بشه. حالا اجازه این کار رو داور میده. طاهر نژاد به زمین میاد. هم تو فاز دفاعی میتونه به تیمش کمک کنه. خود عبدی بلند به زمین داماش، به محوطه جریمه داماش. حالا رو توپ برگشتی، ضربه با پای راست رو میتونست بزنه، تو سر توپ میزنه و اون گوشه رو پوشش دادن و در برگشت. فرصت هست هنوز برای سایپا، توپ هنوز به بیرون نرفته. یه حمله چند جانبه به روی دروازه داماش و اینجا بهزادی توپ رو جمع کرد و حمله به پایان رسید. یوسف بهزادی توی این 1 دقیقه دروازش زیر فشار شدیدی بود و خوش شانس بود که برای بار دوم دروازش رو باز شده ندید. با پای چپ بلند به زمین سایپا توپ رو ارسال کرد، توپ به بیرون رفت. پرتاب برای سایپا داره خیلی خوب و روون و رو به جلو کار میکنه. علیرضا ملکی هم تا ثانیه های دیگر به زمین خواهد اومد برای ابراهیم و صادقی. خدایاری فرد تو پس باش فاصله گرفت. داماشیا صاحب توپم. قلی بیگی تو برگشت داده شد. رنجبری میرفت توپ گیری بکنه. یوسف بهزادی از داماش به زیر توپ میزنه. توپ تا میانه های میدان میاد. خوشکفا ضربه سر اول رو زد و رسون توپو به صادق بارانی. زاهد تبار یک و داد و دو رو تحویل گرفت از سیمانپور. رضا زاهد تبار حالا رسیده به توپ. معین قربانی خیلی خوب در برابرش ایستادگی کرد، توپو گرفت و توپو رسون به خوشکفا. تو عرض میارن توپو بازیکنای سایپا. سید جلال عبدی صاحب توپه، با پای راست رو به جلو کار میکنه. پیمان رنجبری صاحب توپه. پیمان رنجبری همه رو به هم ریخته. یه پاس عالی برای خدایاری فرد و آفساید خدایاری فرد گرفته شد. به هم ریخت خط دفاعی داماش رو. پیمان رنجبری پاسش هم خوب بود ولی تو آفساید قرار داشت خدایاری فرد. حالا میلاد جهانی به جای جودکی به زمین میاد و ملکی هم به جای رنجبری. دو تعویض هجومی رو انجام میده. تعویض بعدی داماش هم در راه. رضا شاخص. احسان جودکی هم به بیرون میره. حالا میلاد جهانی میتونه از سرعت بالای خودش و از تجربه بالای خودش استفاده بکنه
علی زاره رو هم دیدیم که توسط تیم پزشکی داشت درمان میشد. دیگر نفرات نیمکت نشین تیم داماش و رضا شاخصی که حالا آماده و مهیای حضور در زمین میشه. میری بلند به زیر توپ. 66مین دقیقه از این مسابقه. سایپا 1 داماش 1. 4 تا از 5 تعویض خودش رو انجام داده ابراهیم صادقی. خوشگفا بلند به زیر توپ رسیده به بازیکن‌های همتیمی. حالا این فرصت خوب برای میلاد جهانی. این طرف اگه بهش پاس میدادن خیلی موقعیت خوبی داشت میلاد جهانی. ضربه دروازه به دست اومد برای داماش گیلان. ضربه دروازه‌ای که اعلام شد، موقعیت خیلی خوبی داشت میلاد جهانی. اگه پاسی تو عرضش میرسید میتونست گل زنی بکنه. یوسف بهزادی باید بازی رو آغاز بکنه. بلند به زیر توپ. خوشگفا همه دوئل های هوایی رو برده واقعا علیرضا خوشگفا. 1.95 سانتی متر قد علیرضا خوشگفا هستش. حالا بازیکن‌های داماش پشت محوطه جریمه تیم سایپا دهقان و قربانی احاطه کردن. بازیکن تیم داماش شد به تنهایی جلو میرفت سیمانپور رو. قطع ارتباطی که انجام شد توسط کربلایی و دیگر مدافعان سایپا. روین پاس رو به عقب. بهزادی پرس رو پاش انجام داد. ملکی مجبور شد به زیر توپ بزنه. کربلایی سر اول رو زد. حالا سید جلال عبدی بیشتر متمایل به چپ شده با بیرون رفتن جودکی. خطایی که علی دهقان انجام شد روش، یعنی در واقع محمد میری این خطا رو علی دهقان انجام داد. حالا احساس ناراحتی هم میکنه. تعویض داماش گیلان هم میتونه انجام بشه. شماره 27 رضا شاخص به زمین میاد و میاد یزدانی زننده گل به بیرون میره. میاد یزدانی که تجربه بازی تو استقلال رو داشت، نیمه اول گل تیمش رو به ثمر رسون. در ادامه 1-1 شد کار و الان هم در 68مین دقیقه تعویض میشه. سید جلال عبدی با پای راست بلند به دنبال توپ هستن بازیکن‌های سایپا. برگشت داد اونجا دفاع داماش. حالا معین قربانی شانس خودش رو برای شوت زنی امتحان میکنه. گل توی دروازه. چه کسی گل میزنه. معین قربانی راکت رو فرستاد به سمت دروازه داماش. سایپا 2 داماش 1. چه شوتی زد معین قربانی. شانس خودش رو امتحان کرد. یه شوت دقیق زد و شاگردان نظر محمدی حالا بازی برده رو باختن. سایپا 2 داماش 1. 69مین دقیقه از این مسابقه. زننده گل دوم کسی نیست جز معین قربانی پرتلاش. رونده و دونده بود تو حملات و در خط دفاعی و الان هم گلزنی میکنه. نیمکت داماش گیلان که گل دوم رو دریافت کردن و ناراحت هستن. سایپایا انگیزه های بالایی داشتن، نمیخواستن از کورس بالای جدول جا بمونن. و حالا سایپا 2-1 پیش هستش. بازی دوباره از وسط زمین شروع میشه. داماش حالا 2-1 عقب هست. نمیخواد که دست خالی تهران رو به مقصد رشت ترک بکنه. حالا یه پاس از سمت راست قلی بیگی، یه پاس رو به عقب. میلاد جهانی اومده عقب و تو کار توپگیری هم به همتیمیاش و مدافعین تیمش کمک میکنه. علیرضا ملکی مرد استوار خط حمله تشویق میکنه ابراهیم صادقی علیرضا ملکی رو. تلاش‌های ستودنی رو داره علیرضا ملکی. پرس‌های بالایی رو انجام میده. گل دوم هفته پیش سایپا رو پرس علیرضا ملکی و علی زاره بود که به ثمر نشست. سید جلال عبدی حالا با خیال آسوده تر ابراهیم صادقی کار رو دنبال میکنه. علیرضا ملکی توپ رو کاش با سینه برای میلاد جهانی، با خطا میلاد جهانی رو متوقف کردن. میلاد روین بود که خطا کرد. آقای اولیایی به گوشه زمین میاد با کمک چهارم خودش صحبت میکنه.
خطایی که بازیکن‌های سایپا گرفتن. بابی که میلاد جهانی و صادق بارانی دو یار با تجربه سایپا مشاهده کردید. محمد رضا دلاوری و رسول اولیایی داور اول و چهارم. حالا با اومدن جهانی و بیرون رفتن جودکی، میلاد جهانی و صادق بارانی ضربات ایستگاهی رو بیشتر میزنن. جفتشون هم انصافا خیلی خوب از این ضربات استفاده میکنن. صادق بارانی حرکت به سمت توپ، پاس رو به جلو، خدایاری فرد، مرد جوان سایپا یه پاسو می‌خواست بندازه برای یار همتیمی، توپ به بازیکن‌های داماش رسید. موسوی یه پاس رو به جلو اومده و سمت راست داره بازی میکنه. سید احمد موسوی توپگیری از بازیکن‌های سایپا و میلاد جهانی و میلاد جهانی دوباره خطا رو گرفت. چقدر خوب و مؤثر داره بازی میکنه میلاد جهانی توی این دقایقی که درون زمین مسابقه هستش. دوتا خطا رو گرفته و بازی رو به نفع تیمش متوقف کرده. میلاد جهانی، صادق بارانی، پاس بلند و رو به جلو به مانند صحنه قبل. این دفعه خدایاری فرد به توپ نرسید، سرعت توپ بالا بود. وقتی هم که به زمین خورد سرعت بیشتر شد و به بیرون رفت. یوسف بهزادی تو گل دوم توپ به دستانش هم برخورد کرد، ولی انقدر سرعت توپ و قدرت توپ بالا بود که توپ رفت و چسبید به تور دروازه. لطف خدا تو عرض، آقالو با پای چپ به سمت چپ میبره توپو. پرس بالای بازیکن‌های سایپا رو مشاهده کردید. حالا لطف خدا دوباره صاحب توپ شده. میری توپشو گرفت اونجا. صادق بارانی میخواست برسونه به علیرضا ملکی، اجازه بازی سازی رو به داماشیان نمیدن. مهاجمین سایپا تازه نفس هستن و اصلا نمیذارن بازی سازی بکنن داماشیا. خطا به روی بازیکن داماش. روی این بود که این خطا روش انجام شد و بازی متوقف شد. بلند به زیر توپ میزنه محمد میری برای بازیکن همتیمی و بازی متوقف میشه. حالا معین قربانی احساس ناراحتی میکنه. توپی که ارسال شد برای رضا شاخص، معین قربانی ایستادگی کرد و با خطا متوقف شد. فرزاد طیبی پور باید بازی رو آغاز بکنه. معین قربانی هم خیلی سریع از زمین پا شد و خدا رو شکر مشکل خاصی نداره. طیبی پور نتونست دهمین کلین شیت خودش رو ثبت بکنه، ولی خب تا الان تیمش برنده بوده. 74مین دقیقه از این مسابقه. سایپا 2 داماش گیلان 1. طیبی پور به زیر توپ میزنه. توپ به زمین داماشیا میاد. حالا سایپایا دوباره بازپسگیری کردن. توپ ضربه با پای چپ است. صبحانی رو توپ با اختلاف کمی از بالای دروازه به بیرون میره. صبحانی هم میخواد شانس خودش رو امتحان بکنه برای شوت زنی. آقالو بلند به صاحب توپ شدن. پرتاب برای داماش. سریع کار رو آغاز میکنن. رو به جلو. توپگیری رو میخواست انجام بده اونجا علی دهقان. میلاد جهانی میاد و به همتیمی خودش کمک میکنه. خود جهانی توپو گرفته، برداشته، حرکت میکنه به سمت دروازه داماش. یه پاس رو به جلوی عالی علیرضا ملکی میره تک به تک بشه، ولی خروج یوسف بهزادی نذاشت که تک به تک بشه. علیرضا ملکی با بهزادی. چه پاس تو دری انداخت میلاد جهانی. حرکت خوبی که ملکی انجام داد، ولی بهزادی تایمینگ به موقعی داشت و بیرون اومد و توپو برگشت داد. این چهره بلند به زیر توپ میزنه. سعی دارن از بازی مستقیم توی این دقایق استفاده بکنن و از توپای ارسالی مهاجمینشون استفاده کنن. صادق بارانی توپو به سمت چپ میخواد بیاره جایی که جهانی است. توپش نرسید به میلاد جهانی. قربانی با پای چپ رو به جلو. توپ رسیده به بهزادی.
به سمت چپ میبره توپو بهزادی. حالا با محمد میری کار میکنه. سیمانپور و قلی بیگی هستن. زاهد تبار همچنان اون گوشه توپو نگه داشته. قربانی بدون خطا توپو گرفت. توپ رسید به صبحانی ولی یه بازیکن که قربانی هست احساس ناراحتی میکنه. نیمکت سایپا رو هم مشاهده میکنید، کادر پزشکی که به لب خط میاد تا در صورت لزوم به زمین بیان و تعویضی دیگری که در راه هست برای تیم داماش گیلان. نکاتی که منتقل میکنن کادر فنی هر دو تیم به بازیکنهای خودشون. سایپایا دل تو دلشون نیست تا این 1 و 20 دقیقه هم تموم بشه و 3 امتیاز رو به حساب خودشون واریز بکنن. خدایی شماره 17 داماش منتظر تا پرتاب انجام بده. آقای رسول اولیایی نکاتی رو میگه، مهدی کربلایی و لطف خدا رو فرا خون و ازشون میخوان که آرومتر کار رو دنبال بکنن. انجام شد. قربانی به زیر توپ زد. رو قدرت بدنی علیرضا ملکی حساب ویژه‌ای باز کردن. توپ به سمت راست آورده شد. موسوی، میلاد رویین در برابرش هست جلال عبدی، ایستادگی عبدی. حالا پاس رو به عقب رضا شاخص تو عرض. خدایی حرکت تو ارزش و توپگیری توسط مدافعین پرتعداد و قلی بیگی به سمت چپ میبره توپو. خدایی حرکت تو ارزش و توپگیری توسط مدافعین پرتعداد و رضا اشکانی قراره به زمین بیاد به جای رضا زاهد تبار که دوندگی زیادی رو داشت. مهرداد حیدری هم قراره برای داماشیا به زمین بیاد. نمایی از اسکوربورد دقیقه 79 این مسابقه، نتیجه 2-1 به نفع سایپای تهران. و سید محمد میری هم تعویض میشه. چهار تعویض خودش رو انجام داده. یه تعویض دیگه داره داماش گیلان و علی نظر محمدی. دو تعویض داماش انجام شد. اشکانی و حیدری به زمین مسابقه اومد. یه برخورد اون گوشه زمین، خطایی نیست و پرتاب برای سایپا. خوشکفا میاد تا پرتاب انجام بده آروم آروم. نمایی از تماشاگران داماش گیلان از خطه سرسبز گیلان به تهران اومدن تا تیم خودشون رو تشویق بکنن. علیرضا ملکی با جنگندگی توپ رو نگه داشت. منطقه بازی رو عوض کردن برای میلاد جهانی. سرعت توپ بالا و توپ بیرون میره. پاس ارسالی سرعت بالایی داشت و میلاد جهانی به این توپ نرسید. سریع بهزادی بازی رو آغاز کرد. آیین قلی بیگی حالا با بیرون رفتن میره. قلی بیگی میاد عقب‌تر توپگیری میکنه و بازی سازی میکنه برای مهاجمین خودشون. از سمت چپ داماشیا حمله ای رو میخوان طراحی بکنن. فرصت دارن بازیکن‌های داماش. یه موقعیت خوب و توپی که به بیرون میره و ضربه دروازه برای داماش برای سایپا. شماره 67 یار تازه تعویضی مرتضی اشکانی بود. حالا مهیار زحمتکش هم به درون زمین مسابقه میره تا خط دفاعی خودش رو مستحکم‌تر بکنه. معین قربانی به بیرون رفت و مهیار زحمتکش به زمین مسابقه اومد.
پست تخصصیش دفاع وسط زحمتکش، ولی خب متغیره، میتونه تو جاهای مختلف خط دفاع بازی بکنه. بازیکن‌های سایپا صاحب توپن. علیرضا ملکی یه پاس رو به جلو برای خدایاری فر، با خطا یار مستقیم خودش رو متوقف کرد که قلی بیگی بود. آقالو چند متری رو بدون مزاحمت میاد تا وسط‌های زمین. قلی بیگی توپو به سمت راست میاره، روی این پنجمین تعویضش رو هم انجام بده ابراهیم صادقی که مهیار زحمتکش بود. احمد موسوی رو به عقب کار کرد. خود احمد موسوی دوباره صاحب توپ شده. پاس رو به جلو. میلاد جهانی توپگیری که اون گوشه زمین انجام داد، توپ رو برداشته بارانی، حرکت رو به جلو، توپ رو میخواد برسونه به علیرضا ملکی، زودتر از اون لطف خدا بود که ارتباط رو قطع کرد. یه پاس رو به جلو از بازیکنای داماش، اون گوشه از زمین هیچ کس حضور نداره، توپ رو گرفتن. بلند به زیر توپ میزنن بازیکنای سایپا. داماشیا صاحب توپ شدن، توپو به سمت راست میارن. موسوی ارسالی که انجام میده به روی دروازه، مدافعین سایپا نذاشتن که خطری ایجاد کنن رو دروازهشون. مهاجمین داماش گیلان. ابراهیم صادقی با دستیاران خودش صحبت میکنه. سید احمد موسوی میره برای زدن ضربه کورنر در 84مین دقیقه از این مسابقه. سید احمد موسوی اعلام نقشه میکنه، ارسالش به روی دروازه، توپ رو برگشت دادن مدافعین سایپا. یه بازیکن از داماش هم روی زمین افتاد. قلی بیگی ارسال بازیکنای داماش به روی دروازه و توپی که بی خطر به بیرون میره، ضربه دروازه برای سایپا. معین قربانی اومد روی نیمکت، زننده گل دوم و پیروزی بخش سایپا تا اینجا. رضا شاخص یار تعویضی داماش رو هم مشاهده کردیم. معین قربانی خوشوبش میکنه با نیمکت نشینای تیم سایپا. خسته نباشیدم بهش میگن. فرزاد طیبی پور احساس ناراحتی که داره روی زمین افتاده. آقای اولیایی هم بالا سرش اومده تا اگه نیاز باشه کادر پزشکی رو بهشون بگه تا بیان داخل. الان هم این اتفاق افتاد، کادر پزشکی سایپا به داخل زمین میاد. ابراهیم صادقی با نیمکت نشینای خودش حرف میزنه، به طیبی پور میگه که بلند شه. داره نکته ای که به فرزاد طیبی پور میگه که بلند شد سریعتر کار رو ادامه بده. واقعا جای تحسین داره این حرکت ابراهیم صادقی که از بازیکنش میخواد سریعتر کار رو دنبال بکنه. مشکل خاصی رو هم نداره فرزاد طیبی پور. کاظم برجلو همون گوشه زمین هست، مدیر تیم سایپا که خودش فوتبالیست بود و همین سایپا بازی میکنه. طیبی پور بلند میشه و بدون مشکل به کار ادامه میده. در کنارش هست زحمتکش، مهیار زحمتکش بلند به زمین داماش. علیرضا ملکی میخواد صاحب توپ بشه، کنترلش کردن مدافعین داماش، توپو برگشت دادن. توی رفت و برگشت علی دهقان بود که ضربه سر رو زد. همچنان توپ روی هوا معلقه. حالا داماشی صاحب توپ شدن، توپو سریع به سمت راست میارن ولی سرعت توپ بالا، دقت توپ پایینه و توپ به فرزاد طیبی پور این چهره رسید. مرتضی اشکانی هم رفت روی پاش تا کار پرس رو انجام بده ولی خب جمع کرد توپ فرزاد طیبی پور. 86مین دقیقه از مسابقه. ملکی، سید احمد موسوی از داماش، حالا قلی بیگی با پای راست به سمت راست. موسوی یه پاس رو به جلو، یه تکل بلند از بارانی. توپو گرفتن دوباره داماشیا. حالا سایپایی‌ها صاحب توپ شدن، سمت چپ حرکت کرده ملکی. سرعت توپ علی صبحانی بالای، ملکی به این توپ نرسید. علیرضا ملکی که هر وقت به عنوان یار تعویضی به زمین میاد کار پرسینگ رو به خوبی هرچه تمامتر انجام میده. به زیر توپ ماشی گیلان.
در حوالی محوطه جریمه تیم سایپا یه پرتاب برای داماش به دست میاد. ابی رها میکنه، به روین سپرد توپ تا پرتابو به صورت بلند ارسال کنه. نه، رضا شاخص بود. روین هم رها کرد و رضا شاخص اومد تا پرتاب انجام بده. یاره تعویضی داماش حالا ارسالش رو انجام میده به روی دروازه. در شلوغی محوطه جریمه فرزاد طیبی پور با دستان بلند و کشیده و امن خودش توپ رو جمع کرد. اون گوشه زمین تو جایگاه تماشاگران داماش مشکلی پیش اومده. نیروی انتظامی رفته و مشکل رو میخواد حل و فصل بکنه. حالا بازیکنای سایپا تو محوطه جریمه داماش. خدایاری فرد حرکت تو عرضش، خدایاری فرد پاس تو عرضش، تو یه لحظه گیر کرد زیر پای صبحانی و خطای هند تو بعدش به دستش خورد و خطای هند صبحانی گرفته شد. موقعیت خوبی بود که میتونستن ازش استفاده بکنن. خوشکفا ضربه سر اول رو زد. تو به سمت راست میاد. روین، قلی بیگی کار بازیسازی رو یه 10 دقیقه‌ای هست که اون خودش مستقیما انجام میده. با بیرون رفتن محمد میری قلی بیگی خیلی اومده عقب‌تر تا بازیساز تیمش بشه. بازیکنای داماش حرکت به سمت دروازه سایپا. فرصت خوبیه برای داماشیا. ضربه پای راست سیمانپور رو توپی که جمع میکنه بدون دردسر. سنگربان سایپا. نیمکت نشینای سایپا نیما علیپور، معین قربانی، علی زاره، پیمان میری و دیگر نفراتی که با استرس کارو دنبال میکنن. خب فاصله یک گل فاصله شکننده. خب برای همین حق دارن. پرتاب برای داماش گیلان به دست میاد. کارت زرد رو هم داور داد به بازیکن سایپا. بازی توی این دقایق با شور و حرارت خیلی بالایی داره دنبال میشه. کربلایی میخواد کار پرسینگ رو انجام بده رو پای اشکانی. پاس رو به جلو به سمت راست میارن. توپ به موسوی نرسید. پرتاب برای سایپا. میلاد جهانی خیلی میاد عقب‌تر موقعی که کار دفاعی رو میخواد تیمش انجام بده و به دفاع تیمش کمک میکنه. 89مین دقیقه از این مسابقه. سایپا 2 داماش 1. در حالا شد 90مین دقیقه. معذرت میخوام 90مین دقیقه از این مسابقه. دیگه چیزی تا پایان بازی نمونده. و ببینیم که داور چهارم چند دقیقه وقتی تلف شده اعلام میکنه. ملکی ضربه سر اول رو زد. رو به جلو. خدایاری فرد به دنبال توپ هستش. پرتاب برای داماش گیلان. روین رو به جلو. صادق بارانی کار قطع توپ رو به همراه زحمتکش انجام داد. 5 دقیقه هم وقت تلف شده نیمه دوم هستش. داماش 5 دقیقه فرصت داره اگه میخواد که دست خالی تهران رو ترک نکنه و سایپا هم فقط 5 دقیقه تا 3 امتیاز ارزشمند این مسابقه فرصت داره. رضا مهدوی آخرین نکاتی که میگه. حالا یه پاس رو به جلو از صادق بارانی. تو به سمت راست میاد. صبحانی در حوالی محوطه جریمه تیم داماش. یه پاس تو عرض بیرون هست. خدایاری فرد علی دهقان منطقه بازی رو عوض میکنه. توپ به میلاد جهانی رسید. یه کنترل عالی از میلاد جهانی. توپش رو یه لحظه زدن. حالا داماشیا میرن که ضد حمله رو طراحی بکنن. میلاد روین استارتی که زده. یه پاس تو عرض و قطع توپی که انجام دادن مدافعین سایپا. میلاد روین دوندگی بالایی داشته. رضا مهدوی هرس میخوره از دست شاگردان خودش چرا بهتر از این توپ استفاده نکردن. رضا شاخص رو به جلو. موسوی ضربه سر اول رو زد. دوباره توی فعل و انفعال داماشیا صاحب توپ شدن. با هر لطایف الفیلی هست میخواد توپ رو بگیره. علی دهقان موفقم میشه. توپ به خدایاری فرد رسید و پرتاب برای سایپا هست. نه پرتاب نشده. نه ادامه کار شد. توپ یه لحظه لب خط بود. همه ایستادن. حالا علیرضا ملکی پاس پشته و جمع میکنه و داور هم سوت پایان بازی رو به صدا در میاره. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید.
تشکر میکنم از واحد انتظامی که خیلی کمک شایانی به ما کردن. پا 2-1 این مسابقه رو پیروز شد تیم تهیه و فیلمبرداری محترمشون. تا دیداری دوباره که در خدمت شما عزیزان باشم، خداوند یار و نگهدارتون.